ترانه رعنا یکی از مشهورترین ترانه‌های استان گیلانه که بر اساس داستانی واقعی در ارتفاعات شرق گیلان در اشکورد از زبان مردم این سرزمین سروده شده و در گیلان با گویش‌های مختلفی اجرا میشه. روایت‌های متفاوتی درباره رعنا و سرگذشتش وجود داره، اما یک چیز در بین اونها مشترکه. رعنا دختر زیبای اشکوری بعد از کشته شدن عشقش توسط ارباب مستبد اون منطقه وارد گروهی میشه تا بتونه با ظلم و ستم خانهای زورگوی اون دوران مبارزه کنه و پا به پای مردان میجنگه. رعنا یک عاشق مبارز بوده، دختر گیلانی که نخواست تسلیم ظالم بشه و این دلیل باقی موندنش در تاریخ گیلان بعد از گذشته این همه سال شده.